ماسکرانو شاید او بتونه قفل دروازه بیلبائو رو در این لحظه باز بکنه. راکیتیچ یه فرصت و توی دروازه این گل حالا ارزشاشو بدون شک در نیمه دوم نشون خواهد داد. ایرایزوز اونجا مثل ماهی تو تور گیر کرده ولی راضی نمیشه توپو به این راحتی ها از دست بده. نگاه این دو مربی حالا در نیمه دوم خیلی فرق خواهد کرد. جنگ روانی داره آغاز میشه. ایرایزوز فکر کنم کارت بگیره با اون کاری که کرد. راضی هم نمیشه توپو بده ولی چه گل ارزشمندی رو زد مسی. اینجاست که قدر ثانیه ها ارزش بازیکن‌های بزرگ نشون داده میشه. اشتباه نکردن تا دقیقه 44 که بالاخره قفل دروازه‌شون باز شد. توپ داور به سمت پدرو میره. داره میگه که دروازه‌بان حریف اونطوری خودش رو توپ انداخته و داور داره به اون کارت میده. راکیتیچ ببینیم همکاری سوارز و مسی. دو استوپ سینه خوب و ضربه بغل پای مسی با پای چپ